ملودی رو اجرا کرد، خیلی چند تا، فقط 2 تا نوته، ولی با یه ریتم مخصوصی اجرا کرد. عرض کنم که من یه ذره تغییر کردم و بلافاصله نوشتم. البته حالا بعد دوستان اول اونم میزنم، ولی حالا توضیح من عرض کنم بعد برسم خدمت شما. عرض کنم که بالاخره اونو به یه بلایی سرش آوردم که ببینم چجوری شده، ولی امیدوارم که مورد توجه دو قرار بگیره. ولی مهم اینه، اولین آهنگی که اجرا کردیم برای شما با شعر حضرت مولانا بود. حضرت مولانا این نوشته رو، این شعر رو در زمانی گفتن که شمس که مورد علاقه ایشون بود از ایشون جدا می شدش و ای جان جان بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، یعنی من رو خلاصه ول نکن برو. اما دومین آهنگ اتفاقی ببینید چجوری در اومده. زمانی است که به مولانا خبر میدن که شمس اومده به دیوار شهر هم رسیده، داره وارد شهر میشه. ایشون از اون اشتیاق و امیدی که داشت برای دیدن شمس گفت آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. حالا من از این پرنده با کمک همایون جان این ملودی رو درست کردم که امشب برای بار اول خدمتتون تقدیم می‌کنم.